در خارج از کشور بیش از 5 یا شاید 8 میلیون مهاجر ایرانی هست که در خارج از ایران زندگی میکنند. قشر از مهاجرین برای اینکه زندگی بهتری داشته باشند در خارج از ایران، در خارج از وطن و برای پیشرفت سریعتر، موفقیت سریعتر و برای خوشحال بودنشون احتیاج به یه سری نهادهای اجتماعی و نهادهای قدرتمند دارن. به وجود آوردن این نهادها با کمک‌های مردمی خب به طبع بهتر هست و مستقل‌تر خواهند بود. البته کسی میتونه بودجه رو در نظر بگیره داوطلبانه با توجه به ثروتی که داره یک نهاد و یک انجمن و بنیادی رو راه اندازی کنه که خب هیچ اشکالی هم نداره، خیلی هم خوب هست، ولی ارزش این نهادهای خارج از کشور به مردمی بودنشون هست. بهتر هست که مردم در این دخیل باشن و کمک کنن. هر چقدر که این کمک‌های مردمی بیشتر بشه، نهادها مستقل‌تر خواهند بود، کیفیت کارشون بیشتر میشه. به خاطر بودجه بعضی وقتا ناچار نمیشن که کیفیت رو فدای کمیت کنن و قدرتمندتر پیش میرن و از طرفی خلاقیت در این نهادها و مکانی مثل فرهنگستان بیشتر خواهد شد. فرهنگستان خونه‌ای هست که ما رو به هم پیوند میده، گرد هم میاره و به ریشه‌های فرهنگی وصل میکنه. تا امروز به کمک شما مهربانان و داوطلبان فعالیت‌های انجمن پیش رفته، ولی برای نگه داشتن چراغ این خونه و به وجود آوردن فعالیت‌های با کیفیت‌تر و بهتر و مستقل‌تر و خلاق‌تر خوشحال میشیم اگر همیاری و همفکری از طرف همه هموطنان داشته باشیم.